کی است دلیر نظرов؟ دلیر نظرов سرآینده مشهور تاجیک. دلیر نظرov یکی از آوازخوان‌های بهترین به حساب می‌رود. دلیر نظرov بسیار سراینده خوب مخلصان زیاد دارد. شما دلیر نظرов هم میشناسید؟ نه کیه؟ ممکنه جوان بدونم بیا جا دلیر نظرов کیست؟ نه چمپیون بوده نه یکی چمپیونی چی؟ اسپورتسمن شخصی که تاجیک باشد دلیر نظر رو نشناسد میگم تاجیک هم نمی باشد. من دلیر نظرов نشناسم. من تاجیک دلیر نظرов من نشناسم. وقتی که دلیر نظرов تمام دنیا میشناسه. Thank you very much. نه نمیشناسم راستش. دو سه روز پیش در شبکه اینترنتی یک خانم ارمنی در دستش گیتار رو گفت من یک سرود میخوام همین حالا سرایده باشم گفت و میخوام از شما سوال کنم که این سرود مال کیست و به کدام زبان است و آغاز میکند و از نوته های اولش یعنی البته که شناختم گفتم این چکی چکی باران بود. شما موسیقی رو دوست می‌دارید؟ هو کدام ژانر موسیقی را؟ امریکانسکی هیپ هاپ رپ اگر اون ترک شیرازی بعد از سورا دل مورو کیست دلیر نظرov؟ همین یوتیوب دا بلاگر بود با فکرم دارم خیلی مقصد گپ میزدم خیلی بلاگر دادم. حاضر چیکار است؟ کی؟ نبودم داونا با فکرم بخم کدام کدام چی دادم. خیلی اول مسکو دادم نمیدونم خیلی هم خشیدم. میگن نمیدونم. بعضی میگن که دلیر نظرov یک آوازخوان است. دلیر نظرov هم بلاگر بوده اسم میومد. امشب یاد کردم نامی تو را فریاد کردم دلم را از قفس آزاد کردم یاد کردم ای بی وفا. یعنی که استاد عنوان دارد. بله کدام عنوان؟ راستش نمیدونم که اگر آدمی که گوید که عنوان ندارد اون آدم خطا میکنه. فکر میکنم گویی شایسته ترین ها از نظرها دور میمونند. по ту сторону баррикады مکافات هایی که دلیر نظر دارد ممکن که یگان ستاره گذشته و حاضره ممکن به خاطر دلیر نظر نداشته باشند. اصلا خلق رو بسیار دوست می‌دارند. نه اینکه خلق تاجیک بیرون از تاجیکستان. این است مکافاتی عالی برای دلیر نظر. наверное этот человек все-таки не про коммерцию а человек про با گمانم این شخص اهل ثروت نیست، اهل روح و روان است و به دنبال چیز عظیم‌تر است و دنبال شهرت و پول نیست. فقط با موسیقی زندگی می‌کند. живет просто музыкой. یک جهت بسیار عجیب دلیر نظرov در آن است که بسیار خاکسار است. یگان چیز با دعوا نمیکنند که با من عنوان من این خیلی آدم من اون خیلی آدم یگانه تکیه به تماشابین میکنند تکیه به ایجادیات خود میکنند. на самом деле самое главное у него есть внутренний در واقع از همه مهم این است که او شناخت و درک باطنی خود را دارد که او در این دنیا کیست و چرا به این دنیا آمده است. از این خاطر وقتی چنین اطمینان درونی به خود و ایجادیات خود وجود دارد گمان میکنم برایت محبت دیگر و اعتراف دیگر نیاز است، نه کدام یک اردن و کدام یک عنوان. какой-то орден или какая-то регалия. اون افتخار اون جاذبه و اون محبوبیتی که دلیر صاحب گشته است بعضی صاحب عنوان‌های ما ندارند. اون کس رو مردم دوست می‌دارد، خلق دوست می‌دارد. همین زیاد مکافات هست یا نه؟ ما از این خبر نداشتم باید به اون عنوان داده میشد. هر کس میخواد البته که یک قدردانی باشد و امیدوارم که این قدردانی حتما با بس قفس سینه و دلیر نظر میرسد یک روز. ما به دلیر نیاز داریم. برای من اگر که وای صاحب عنوان شود ما از این افتخارمان دوچند می شود.